سینه راستمو که تخلیه کردم بهم گفت دیگه نمیخواد. من اسمم سحره، 29 سالم بود. احساس کردم روی قفسه سینه‌ام داره تیر میکشه. رفتم دکتر. بعد از معاینه دکتر گفت باید ماموگرافی و بیوپسی. جواب مامو و بیوپسی رو که بردم، دکتر جوابو که نگاه کرد بهم گفت دخترم زیاد وقت نداری، باید شیمی درمانی رو شروع کنی. خیلی راحت این کلمه رو بهم گفت، انگار من 100 سال شیمی درمانی شده بودم و میدونستم که اصلا قراره چه بلایی سرم بیاد. تولد 29 سالگیم درم بهم آویزون بود و سینه راستم تخلیه شده بود. بعد از کلی شیمی درمانی و 30 جلسه پرتو درمانی که تمام پوستم سوخته بود، یه روز همسرم اومد گفت قراره با دوستامون بریم کلاردشت. گفتم من با این شرایطم نمیتونم، حالم بد، اصلا روم نمیشه. گفت ای بابا تو سرطانی چی بودی افتادی تو زندگی؟ یه نگاه بهش کردم و چی نگفتم. 2 ماه بعد دادخواست طلاقم به دستش رسید. هرچی تلاش کرد که دل منو به دست بیاره، نمیدونستش که حرفی که اون به من زده بود و اثری که رو من گذاشته بود، شیمی درمانی و پرتو درمانی هم نمیتونه جاشو خوب